دوستان عزیز و گرامی، بیت کوین رو میبینین در تایم فریم دیلی. یک اتفاق بسیار بسیار بد و افتضاح داره براش میفته و این سقف پایین‌تریه که داره میگیره. و من همینطوری که تو پست و تو لایوها گفتم بیت کوین روندش تموم شده و آخر بازار کاملا این داره این موضوع رو تایید میکنه. این سقف پایین‌تری که گرفته یعنی منتظر اگر همین جوری امشب تا 5 ساعت دیگه ببنده، یعنی تو این هفته باید منتظر بیت کوین مثلا 112 111 هم باشین. 110 این پایینا رو قراره بره بزنه چون کانال نزولی تشکیل شده و این اتفاق خیلی بدیه. ویکلیش هم که دیشب بست، ویکلی بدی نبست، ولی ببینید بعد از این ویکلی خوبی هم که بست، باز هفته بعدش ما قرمز بودیم و یک روند نزولی شروع شد و من فکر نمی کنم این هفته قرمز سبزی برای بیت کوین باشه. ولی نکته دیگه ای که میخوام بهتون بگم، این دوستان بیاید با هم یک چیزی رو بررسی کنیم. این تیکه رو بذارید من اینو پاک کنم. لطفا خیلی خوب توجه کنید و دقت کنید که متوجه شید. من این تیکه رو در این کانال نیستم، من صرفا دارم چه میخوام یه چیزی رو کنم، این تیکه رو دارم مشخص میکنم. حالا این تیکه رو ببینید، خب، و این تیکه رو ببینید، نه دیگه اینا همین. خب ببینید دوستان، هر موقع که بیت کوین یک سقف جدیدی میزنه، بذارید گذشته رو بیارم براتون اینجا. این تیکه، حالا تایم فریم رو ویکلی میکنم که همشو با هم بتونیم ببینیم. دوستان هر موقعی که بیت کوین توی یک محدوده سقفی قرار میگیره، ما معمولاً بذارید ببینیم چند هفته است این تا ریزشش دیگه شروع بشه نزدیک 500 روز و تو اون اوجش نزدیک 300 روز بوده، یعنی از این کف تا این سقف 300 روز بوده. اینجا رو دوباره ببینید، از این تا این سقف 240 روز بوده. اینم ببینید از این کف تا این سقف دوباره 220 روز بوده. ما اگر بخوایم تصور کنیم که الان بیت کوین در حال زدن به هر حال یک سقف جدیدیه دیگه، ببینید اینا همه یک سقف جدید بودن، پس ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چندین ماه 3-4 ماه الان خود همین اینم الان چند هفته گذشته، الان خود اینجا تقریبا 30-40 روز گذشته، مثلا میتونیم انتظار داشته باشیم تا چندین ماه، ولی اینم دقت کنید که هی تعداد روزا داشت کمتر شد، مثلا 3-4 ماه آینده ما همچنان در این فاز صعودی باشه بیت کوین، یعنی یک همچین شکلی رو براش تصور کنیم، یه همچین چیزی، یعنی تو اینجاها باشه همچنان بیت کوین توی یک رنج قرار بگیره، هی بیاد اینجا، هی یه قیافه این شکلی، یه چیز این شکلی برای خودش مثلا تشکیل بده. میخوام چی رو بهتون بگم؟ میخوام بگم که بیت کوین این که میگم روندش تمام شده، فکر نکنین الان قرار بیاد بشه مثلا 50,000 تا. منظورم که دیگه انتظار مثلا بیت کوین 200,000 دلاری دیگه ندارم. مثلا پر میخواد بشه 120 توی این بازه میخواد تکون بخوره و دیگه رشد خاصی نمیتونه بکنه و الان دیگه وقت خریدن بیت کوین نیست. الان وقت اینه که اگر مثلا اون پایینا خریدین، این بالا بیایید بفروشید. اوکی، حالا این رنج زدن بیت کوین توی این سقف اگر میکس شه با دامیننس بیت کوین که کاملا نزولیه، این اتفاق بدی اصلا برای آلت کوین ها نیست، یک نزول خیلی خوبی رو میتونه داشته باشه این دامیننس بیت کوین و به نظر من دارم. یعنی شما یک لگ دوی برای این میتونید متصور بشید، مثلا تا این محدوده 57% بیاد بریزه و این باعث میشه که آلت کوین ها رشد بکنن. آلت کوین ها میتونن رشد خوبی رو همچنان بعضیاشون داشته باشن. من اینو 2-3 هفته پیش گفتم، بازم بهتون میگم کدوم آلت کوین ها، دقیقاً همین بی ام بی یکی از مثالامون بود. آلت کوین هایی که در تایم فریم های بالا، همون موقع من راجع به بی ام بی گفتم که میتونه مثلا تا محدوده 800 خورده هم بره، در تایم فریم بالا مثل ویکلی، مثل ماهانه، مثل حالا مینیمم دیلی،
روندشون صعودی باشه. ببینید الان BNB رو به غیر از اینکه پشتش خیلی صعودیه، یعنی این کانال بزرگه رو داره، این کانال کوچیکه که کانال ویکلیه، ببینید یک کانال صعودیه. مثلا بذارید یه ارز بد و حالا پیدا کنم، مثلا کاردانو، میبینید کاملا برعکسشه، یک روند نزولی رو داره. خب همچین چیزی انتظار خیلی بزرگی ازش نباید داشته باشیم، یک انتظار رشدی نباید داشته باشیم. این کانالش نزولیه، ولی حالا در مقیاس بزرگتر بخوایم ببینیم اینم صعودیه. ولی میخوام بگم دیدین این الان ما مجبور شدیم بیایم مثلا کندل 2023 شو ببینیم که صعودی بشه، ولی واسه BNB اومدیم کندل 2024 شو دیدیم، از پارسال این صعودی بوده. همچین ارزهای خیلی رشد خوبی رو میتونن بکنن. اتریوم یکی از ارزهایی که من خیلی تو پیج راجع بهش صحبت کردم، بریم ببینیم 2-3 ماه هی من سیگنال دادم روش، راجع به رشدش صحبت کردم. آخرین سیگنالمون که توضیح دادم چه اتفاقی افتاد، این 3100 رو نیومد بزنه، این پایینی که به نظر من این پایین میتونست بیاد اینجا بزنه نزد و یه خورده دل خودم هم سوزوند که اون سیگنالو همون موقع رو 3600 می‌خواستم بهتون بگم یه پله بخریم، ولی گفتم ریسکش رو کم کنم رو 3100 بگم، ولی خب رشد کرد. و مثلا اتریوم بهتون گفتم میتونه 5300 ببینه، ولی دیگه الان وقت خریدن نیست. اگر بیاد مثلا محدوده 4000 3800 900 اونجاها میتونید یه پله وارد شید، بگید مثلا یه تریدی بهش نگاه کنید 30-40% بهتون بده. پس الان بهتون گفتم که آقا دنبال چه ارزهایی باشید. دنبال ارزهایی باشید که در ویکلی نبیایید مثلا از 5 سال قبل ببینیدش. مثلا تو بازه یه سال صعودی بودن، من حقیقتا چک نکردم که ببینم چه ارزهایی این شکلی هستند که الان بخوام بهتون معرفی کنم، ولی بعد یه وقتی بذارم مثلا بشینم آلت کوین ها رو چک بکنم و بهتون چند تا خوب معرفی کنم. مثلا کیک رو بذارید ببینم. کیک مثلا به نظر من چارت خیلی جذابی نداره، یا چیلی زرده که حالا اسمشو گفتید و دارم میبینم. مثلا داتا ببینید افتضاح خیلی زیادی. مثلا همچین ارزی مثلا اگه دارید که دیگه هیچی ندارید، مثلا همچین چیزی نه. دیواید ایکس افتضاح. اتریوم کلاسیک داره یه خورده مثلا سعی میکنه که خودشو شبیه آدم حسابیا بکنه و داره هم میتونه، یعنی یه خورده سعودی شد اینم با این سعودی که کرد، ولی بازم خیلی جون نداره چون اینجا پر سله توی این محدوده 35 تا 40ش. مثلا بذارید ببینم همینجوری ارز فایل رو بذارید ببینید افتضاح نزولی. من تو تایم فریم ویکلی ام. اچ بار رو ببینید خیلی ارز خوبیه، منم برای همین سیگنالش رو بهتون داده بودم. این قشنگ سعودیه، ببینید از 2024 یه روند سعودی گرفته، ولی حالا مثلا اتفاق بعدش اینه که ببینید این تیکش نزولی شده، ولی میتونه این کانال نزولی شکسته بشه بالا. همچین ارزهایی که ببینید رونداشون توی این یه سال اخیر قدرتمند بوده، شلوول نبودن. بذارید همینجوری چون خیلی اصرار داشتید برای معرفی ارز، مثلا اینم الان جزمی هم دیگه خوب نیست. لینک رو بذاریم ببینیم. لینک ای خوبه، بد نیست، اینم کفهای بالاتر گرفته، ولی باید بشینید بگردین دیگه، باید بشینید بر خودتون بگردید، روندهای سعودی پیدا کنید. بذارید SUI رو ببینم. این اسی که هی میگفتین سونیک مونیک و اینا این همش نزولیه. ریپل اگه بتونه این سقف این بالا رو بزنه میتونه این روند خوبی رو شروع کنه، ولی من جرأت این که بخوام به کسی بگم آقا بیا ریپل $3 بخر ندارم، چون این میتونه حتی بیاد تا دوباره $1 هم بریزه و همچنان سعودی باشه. برای همین دیگه وقت ورود کردن بهش نیست. ارزم موضوعتون ترون رو بزنیم. ببینید ترون خیلی ارز عجیبیه، برای خودش میبینید خورد همینجوری داره میره و ارز عجیبیه حقیقتا. من خودم هیچ وقت نداشتمش، ولی نقطه ورودم کسی که ترید بلد باشه میدونه نقطه ورودم نمیشه گیر آورد. چارتش یه جوریه که نقطه ورود خیز نیست، یه رفتارهای خاص خودشو داره. تونو بذاریم ببینیم ویکلی شد. اینم نزولیه میبینید دیگه. SUI مثلا این خوبه، SUI روندی سعودیه، پایینایی که مثلا بزنه
خرید داره. سونیک نزولی، اینا افتضاح. این ارزا حتی اگه همینجا هم پام شم دیگه اتفاقه، ما با اتفاق نمیتونیم ترید بکنیم. علمی میگه اینا خوب نیستش، مثلا اومه افتضاح دیگه، موکا نزولی، لایت کوین بد نیست، لایت کوین هم بد نیست، مثلا میتونم یه صعودایی بکنم. این از این نکته. دامیننس بیت کوین هم بهتون گفتم، دامیننس تتر داره نزدیک میشه به این کفه و دقیقاً میخوره اینم بهش که بیاد اینجاها بریزه و باعث بشه و بره بالا، برسه اینجا و یک حمایتی بشه بره بالا و بیت کوین بریزه. بیت کوین اوضاعش به نظر من اصلا جالب نیست. توتال 3 دوستان این خطایی که من براتون به عنوان مقاومت کشیدم به نظر من همچنان میتونه 1.25 ببینه و یک سری آلت کوین ها میتونن روند خوبی رو داشته باشن و کاملا مشخصه که یک کانال صعودی رو داره و داره تو این کانال برای خودش بازی میکنه. هر پایینی هم بزنه یه سری آلت کوین خوب خرید دارن. همه چی رو با هم چک کردیم، موند اونس این خطا واسه آموزشمون بود که پاک کنم. اونس این هفته به نظر من نزولیه و کاملا مشخصه که یه پایینایی میتونه مثلا تا این 4 ساعتش بکنم. رنج دیگه، اوریج و رنج اینجا مثلا تا 3.200 اینا میتونه بیاد. نفت مثبت 1 ولی فعلا خبری نیست توش و نگران مثلا جنگ منگو اینا فعلا میتونیم نباشیم.